مشاور داشت. این مشاور از این ورد زبان از این همیشه می گپش می بود صاحب میام بخیرتان. شاید میام بخیر ما بوده باشه، شاید میام بخیرت بوده باشه. هر کس این عادتش بود. یک روز که پادشاه شکار میره، پادشاه کدام چیز بده میروی سرک کدام این در زمین گور بود. یعنی دست خود درو که تیره بکشه، این دام بود، امی دست اشاره گرفت. پادشاه را دست گرفت. خب بسیار مشکلی گپا که میکشن دست چه کمی 5 کلکش بریده. به پادشاهی به کلک مون. برادری پادشاه آمد و چند این دیگه مشاوره کش آمده در والی سر چه میگه؟ سب شاید میام بخیرتان خیست سپاهی‌ها را گفت بکشی بین. زگی مرسه که چی حال دارم خون است که پاوره کردی آمده شاید بخیرتان باشه. برو گفت دیگه این سونا دور نخوری. صبحدوش از کار کشیدش برو پناهید به خدا رفت بدر یک چند وقت. خب پادشاه جور شد دیگه پا کدام وقت دیگه بعد از 2-3 سال باز میره برای شکار. برای شکار میره و اسب از این سر میورداره که از دیگه پس میمونه ایره میبره در جنگل و از جنگل در یک جای میبرش در قبیله آدم خورا. آدم خورا جال میپرتن پادشاه رو در جال میگیرن نویزانش میکنن آتش در میتن سه آتش در میتن که پادشاه را باز یک از آدم خورا می چی میگه جگرت تا به در سیخ میزنیم ناله کلاپاچه تا سبا پخته میکنیم از رانت سبا یک شروع جور میکنیم دیگه هر کدام از این اختای پادشاه دیگه کلکتا مانده که سردار قبیله میه سردار از آدم خورا که میایه سب نزدیک میشه ایرک سعی میکنه دستش میکشه سعی میکنه که 5 دانه کلک نیست اوسو میرن جلسه میگیره میگه گوش کو ای از انسانای از این کره زمین نیست از کدام کره دیگه آمده ما مناسبات خدا که از وا خراب نباید کنیم اینا خلاص نداریم علاج کنیم که بره علاج میکنن این میره میادم این نصف راست که یادش میام گپ مشاورش گفته این کلکایتم که بریده شده شاید بخیرتان بوده باشه اینا میگه بیارین پس این مشاوره که پیش میرن بچه‌ام ببخشید 2-3 سال تنخواه ندادم از کار کشیدم تو شده تو زندگی سخت تیر کردی ما معذرت میخوایم حالا پس بیاد گفت نه سب چی معذرت میخوای پادشاه سب شاید میام بخیرم بوده باشه گفت بدن آره باز چی بخیرت بوده گفت اینا خو سعی کنین نه سب این آدم خورا که شما رو گیر کردن سعی کردن که 5 کلک ندارین الایتان کردن ما خو 5 کلک داشتم مرا کباب میکردن بسیار مقبول